در جوانی طاعت خدا افتخار دروشم. جوان آردی طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. رنگی من کشیدی دیگه خسته نمیتونم، میان در میکنه، زانه ها در میکنه، مشکل میشه. الان مثل چنچل باری پریده میکردی، نماز شب هم که کردی خستگی ندارد برات، مسجد هم که روی خستگی ندارد برات، جمعه هم که روی خستگی ندارد برات. خلاصه جوانی رو غنیمت و فضل رحمت. نماز این کلیدی جنت است. نماز رابطی بنده با آفریدگارش الله رب العالمین است. نماز فرق بین مومن و کافر است. نماز خوشنود کننده رحمان است. نماز شکننده قامت شیطان است. عزیز من، شما اگر نمازاتان خانه خدا از شما راضی است، آفریدگار، همون خدایی که دو قطره آب صورت انسانی داد، همون خدایی که در رحم مادر تو رو نقاشی کرد و این قامت زیبا، این چشمان شهلا، این ابروان سیاه، این مژگان‌های دراز، خلاص این بگفتن تمام نمیشه. انسان نعمت‌هاش که خدا داده است، من همون خدا رو بچم دوست داره عبادت کنیم. نماز خوانده همون خالق است و راضی میشن. نماز نخوانده شیطان است و خرسند میشه. امروز شیطان ها حق نداره، شیطان انس است و شیطان جین. از نماز نخواندن شما خرسندند، اما خالق آسمان و زمین که رول کائنات در دست اوست، از این در غضب می‌بیارد. خدا که نکنه عذاب فرستد. اگر عذاب فرستد هیچ کس پیش راهی رو گرفته نمی‌تونه. من اول بچم نماز کردم. مکافات نماز در این دنیا محبوبیت است. این پدر و مادر دوستت می‌داره، همسر دوستت می‌داره. نماز خوشنود کننده پروردگار است. مکافات نماز فردا بستان سرای جنت است. جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره، خرسندیش ماتم نداره، حیاتش مرگ نداره. مکافاتش همین نماز است. امروز بلیط میگیری، فردا میری میدرایی. امروز با طاعت و بندگی سزاواری دعوتنامه الهی میشی، فردا که رفتی این دعوتنامه رو میگیری بهشت میدرایی. و الا بهشت خدا نصیب نمیکنه برای بی نماز. خدا قرآن ده یک مذمتی که دوزخی‌ها رو میکنه، به یک دیگر سوال جواب میکنن چی تو دوزخ رفتی؟ تو تاجیک بودی میگی من مسلمانم، تو قراتگینی و رامیتی بودی میگی من مسلمانم، که هر دارمون کافر میگه چی شدی تو در دوزخ میسوزی؟ جواب چی میگفتن؟ لم نکن من المصلین. سببش هم که ما نماز شوخی فهمیدیم، نماز نخواندیم. گپ یهودی ها رو گرفتیم، خیال کردیم که این گپ انی قصد و این گپ حقیقت است، مسلمانی در دل تازه باشه، هر کار کنید باش ضرر نداره. این شعار یهودی هست. اینو